من عبدالرحیم حسن ساکن دهه بنفشه جماعت دهات در قدیر ناحیه فرخار ولایت ختلان رئیس جمعیت دارای مسئولیت محدودی خرما مساحت عمومی جمعیت ما 13 گیتار رو تشکیل میده. در این 20,000 درخت خرما پرورش کرده شده است. 2 سال پیشتر سالهای 13 و 14 بنابر سرمای سخت آمده درختها رو سرما زد و حاصل ندادند. این سال خیلی تخمینا 5 یا 10% حاصل پستند. حاضر ما شاهد آن هستیم که چینکی ها خرما رو چینده ایستادند و امید هست که با یک کمک هم برای سطح اقتصادی اویلوی رو بالا داشتن و هم بعضی اندازه‌های حکومت رو میپوشونند. خب عموما خریداران کیا هستند؟ از کجا هستند؟ شکر خدا این سال خریداران بسیار شدند. خریداران اصلا از ولایت سوخت بودند، از شهرهای استروشن، از اسفره. 1 کیلو خرما چند؟ 1 کیلو خرما رو حاضر 2 سومونی داده ایستادیم. بیرون از تاجیکستان سودا می شود یا که با گفتی صاحبکاری که ما همکاری داریم اونها اینها رو با ریسپوبلیک همسایه قرقیزستان بعد از اونجا با فدراسیون روسیه انتقال میدیم. باز هست مثلا خریدارانی که از دیگر جامعه باشند؟ 1-2 نفر از قرقیزستان همین سال آمد با کدام سببی اونها خرید نکردن. عموما امسال سطح مثلا پرورش خرما نظر به دیگر ناحیه‌ها چه خیلی است؟ عموما کدام محیط در خرما پرورش می‌یابد؟ یگانه ضرری که خرما می‌بینه از خنکی است. آفت اساسی خرما 27 ساله که ما در همین باغ خرما کار می‌کنیم. در همین دوام 27 سال یک چند مرتبه این باغ رو خنکی زد. سال 2002 2003 2007 8 بعضی سالها میوه‌اش رو در زیر برف میماند. پرابلم اساسی ما با فروش نداشتن میوه‌اش است. هر سال همین پرابلم بود. شکر خدا این سال همین صاحبکاری خوجندی بنا سبب حاصل میوه در ولایت سوخت پست بودنش و کم بودنش با ولایت ختلان آمدن و خوشبختانه به اینجا شناس شدن و یک کمک برای ما هم کردن. از حکومت جمهوری چندین سال خواهش داریم که یک ولایت ختلان کلاب اینقدر ولایت کلان از چندین هزاران گکتار میوه دارد ولی یگان کارخانه کارکرد میوه ندارد. تو امروز چقدر خرما سودا کردین؟ عموما چند تونه؟ حاضر قریب 10 تا. 10 تا خرما سودا کردین. چقدر خرما میته همین باغ شما؟ تو چند تونه خرما را میته؟ از روی معلوماتی در کتاب آمده است یک درخت خرما تا 200 کیلوگرم میوه میدهد. اگر سالهای خوب که برد ای 300 400 تا هم شاید زیاد حاصل میکنه باشد. ولی باز هم پرابلم با فروش نرفتن میوه قسم زیادی حاصل زیر برف و باران میماند تلف میشه. عموما ندارین مثلا افغانستان خاطر همکاری کنین بیرون از مثلا مرز فرخار افغانستان تجارت کنین با طرف ایران امکانیت نیست؟ طرف ایران شو نمیدونم، طرف افغانستان یک مرتبه تجارت کردیم برار نکردیم با همین تمام شد. سبب در چی بود برار نکردیم؟ ما خودمون اون طرف نرفتیم و هم صاحبکاری افغان بودن و گویا که در اون طرف عموما سودا ندارد میوه خرما.